استفاده است. در این صورت طلا فروش 1 تا 2% زیر قیمت بازار از شما برمی‌داره. توی زبون طلا فروشا بهش میگن عیار. عیار طلای نو 750 1 تا 2% زیر قیمت بازار میشه عیار 730 یا 740. دومین حالتش اینه که طلای شما سالم و قابل استفاده است. در صورتی که طلا فروش با جلا دادن میتونه اون رو توی ویترین مغازش به عنوان طلای بدون اجرت بفروشه. در این صورت میتونه به قیمت تابلو هم ور داره، اما اکثرا با عیار 740 برمی‌دارن. حالا با تمام این مفروضات و دونستن اینها، سوال دومی که به وجود میاد اینه که چجوری محاسبه بکنم قیمت رو. ببینید قیمت روز تابلو ضرب در عیار 730 یا 740 تقسیم بر عیار طلای نو که 750، این یه عددی به شما میده. اون رو ضرب در گرم طلاتون میکنید و بهای طلاتون به دست میاد. موفق باشید.